سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 2 منصبدار بلندپایه در پنجکند برای جنایت‌های کروپسیونی. تاجیکستان از هلند خواست که جنایتکاران تحت جستجو را بسپارد. 20 سال باز در زندان محمد روزی اسکندروف به سن 70 رسید. به شهروندان قرقیزستان هم مشورت دادند که به روسیه سفر نکنند. مرگ پراسرار ساکن غفوروف در شعبه میلیتسیا و اکنون تفصیلات خبرها. بختیار پریموف ساکن 35 ساله نویه باباجان غفوروف در شعبه میلیتسیا این نویه جان داده است. سبب مرگ او روشن نیست و در پس پرده اسرار باقی میماند. بختیار پریموف با پای خود از روسیه آمد و شعبه میلیتسیا رفته بود تا مسئله پرونده گویا سرکشی کردنش از پرداخت الیمنت را حل کند، ولی از شعبه جسد بیجانش را برآوردند. بنا به اطلاع یک منبع پایگاه خبری بامداد، سانه 8 اپریل سال 2024 کارمندان اپراتیوی شعبچه کوفتکوف جنایی شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفوروف نعمتزاده الهام به ساکن جماعت شهرک غفوروف نویه باباجان غفوروف پریموف بختیار مظفرویچ سال تولدش 1989 که در فدراسیون روسیه در شهر مسکو در مهاجرت کاری قرار داشت زنگ زده، میگوید که نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و برای کارش را حل کردن و قطع کردن پرونده او باید به تاجیکستان برگردد. نعمتوف که با پریموف رشته خویشاوندی هم داشت، دل بختیار را پر کرده است که گویا وی علاقه با سردار میلیسا مسئله او را حل کرده است و به یگان خواطر میتواند بیاید. پریموف بختیار که 3 فرزند داشت 4 سال پیش از زنش جدا شده بود و معلوم گردید که همسر سابقش برای نپرداختن مبلغ الیمنت برای فرزندانش به ضد پریموف عریضه داده بوده است و در این اساس نسبت به او پرونده جنایی آغاز کردند. بختیار پریموف به وعده های نعمتزاده الهام که هم همسایه و هم خویش و تبارش بود باور کرده از مسکو به شهر خوجند چپته هواپیمایی میخرد. مادر بختیار پریموف موجوده خواطر میشود و همراه بختیار مادرش هم چپته خریده به تاجیکستان برمیگردد. بعد به خانه اومدن بختیار روز 2 اپریل به الهام زنگ زده خبر میگید که به خانه اومده رسیده است و یک بار با هم دیگر وو خورده مصلحت را پزونی میگوید. الهام به او میگوید که به هیچ کجا نبراید و او را منتظر شود. بعد چند خود الهام و دیگر کارمندان شعبه اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه باباجان غفوروف آمده پریموف بختیار را از خونه‌اش دستگیر کرده به شعبه میلیتسیا برده محکم کردند. سبب برای یک پرونده مربوط به بحث اویلوی پشت پنجره نشاندن این ساکن شهرک غفوروف معلوم نیست، اما بعد 2 روز بازداشتش بختیار پریموف به سبب‌های تا حال نامعلوم در تفقیفگاه شعبه میلیتسیا نویه باباجان غفوروف جان داده است و کارمندان میلیتسیا جسد بیجانش را به دست مادرش دادند. جنازه بختیار پریموف را خود همان روز 12 اپریل در نماز جمعه در مسجد حاجی نظر شهرک غفوروف پیش نماز کردند و سپس به خاک سپردند. سبب مرگ او در بازداشت پر اسرار باقی میماند، ولی به گفته شاهدان مادرش در روز دفن فرزندش به الهام نعمتوف نفرین زیاد خونده گفته است که در بدن بختیار آثار زیاد ضربالت بود. این را مرده‌شویی هایی که جسد بختیار پریموف را شسته کفن کرده بودند نیز تصدیق کردند. قریب هر سال از تاجیکستان درباره هلاکت بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها خبرها به دست میرسند. در ماه نوامبر سال 2021 مرگ گلبدین زیوبیکوف ساکن نویه روشقلعه بعد چند ساعت بازداشتش باعث اعتراض‌های گسترده در خورخ شد. در جریان اعتراض‌های بدخشان در تیر ماه سال 2021 و بهار سال 2022 بیش از 30 کس اساساً ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. ماه ینور سال 2023 در شهر کولاب نیز در پی مرگ ساکن این شهر عبدالقوی رازقوف بعد دستگیر شدنش موج اعتراض‌ها را به بار آورد. 25 یولی سال 2023 دادگاه منطقه کولاب سودشوندگان جمشید کرامتوف، ظفر خالوف و شمشاد شریف زاده را بر اساس ماده 143 الوه 1 قسم 3 بند ب در شکنجه با عاقبت مرگبار گناهکار شناخته هر یک آنها به 14 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. این 3 افسر مکنون سابق میلیتسیا با حکم دادگاه همچنین برای 12 سال
از حق اشغال منصب در مقامات کارهای داخلی محروم کرده شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 1 مای سال 2024 در دوشنبه با سفیر هلند در تاجیکستان نیکولاس یاکوب و او را در برابر دیگر مسائل مورد توجه طرفین همچنین مسئله بازداشت و به تاجیکستان سپردن افرادی که تحت جستجو قرار دارند بررسی کرده است. نیکولاس یاکوب که قرارگاهش در شهر اوستونا پایتخت قزاقستان است اخیراً از دوشنبه بازدید کرد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جریان واخوری تقویت همکاری‌ها در سمت پیشگیری و مبارزه با ثمر به ضد تروریسم، افراطگرایی، جنایت‌های متشکل فراملی، قاچاق واسطه‌های نشأه‌دار، مبادله اطلاعات و مساعدت به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید گردید. دایر به حالت کنونی دورنمای وضع منطقه، جهان و دیگر مسائل مبرم روز تبادل افکار صورت گرفت. در اطلاع رسمی همچنین تاکید شده است که طرف واخوری مسئله مهم این دستگیر نموده و به تاجیکستان استرداد نمودن شخصان در جستجو قرار داشته بررسی گردید و در خاتمه ملاقات جانب‌ها از وسعت یافتن همکاری‌های منفعت بخش اظهار خوشنودی کردند. در حال بنا به حساب‌ها بیش از 500 زاده تاجیکستان پناهنده‌اند. یک قسم آنها به مثل ژورنالیست دیگراندیش موجوده صاحب نظر و رهبر جنبش اپوزیسیونی اصلاحات و رشد شراف‌الدین گدایف و چند تن از فعالان گروه 24 از مخالفین سیاسی حکومت کنونی امام علی رحمان به شمار می‌روند به دلایل سیاسی ترک تاجیکستان کردند. شراف‌الدین گدایف روز 3 مای در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت اصلا نگران آینده‌اش در حال نیست و فکر نمی‌کند که با او و یا دیگر مخالفین سیاسی خطر استرداد از این کشور اروپایی به تاجیکستان تهدید کند. گدایف گفت حالا یک کشور قانونمند است و فکر نمی‌کنم که به سخنان یا خواسته مقامات کشورهای خودکامه چون تاجیکستان عمل کند. بر علاوه سابقه خود من در یادتان باید باشد که وقتی سال 2019 مرا از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند، حالا به عنوان کشوری که به من پناهندگی داده بود تا آخر پایفشاری کرد و نایل شد که مقامات تاجیکستان مرا به اروپا برگردانند. شراف‌الدین گدایف میگوید او هنوز قبل از این ملاقات از مقامات کشورهای اروپایی دعوت کرده بود تا درخواست حکومت تاجیکستان برای استرداد مخالفین سیاسیش را خیلی موشکافانه بسنجند و به هر حرفی که مقامات تاجیک میگوید باور نکنند. کشورهای اروپا در گذشته برای پناهجویان یک مکان خیلی امن به شمار میرفت، ولی در این اواخر به مقامات تاجیکستان میسر شد که در چند مورد به استرداد طرفداران مخالفین حتی از کشورهای اروپایی نائل شوند که نمونه‌های از همه مشهورش اخراج یا استرداد مصطفی حیاتوف از پولشا، حزب الله شوولیزاده از استریا، عبدالله شمس‌الدین و بلال قربانعلیف از آلمان و نمونه آخرین اخراج فاروق اکراموف از پولشا می باشد. این نمونه های کامیاب شدن دوشنبه به اخراج یا استرداد مخالفینش مقامات تاجیک را برای تحکیم این موفقیت و تلاش برای استرداد شماره بیشتر مخالفینش از اروپا تحریک می‌کرد. همین طور وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در پایان ماه اپریل در حاشیه سفر رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به ایتالیا با وزیر داخلی این کشور ماتئو پیاندیتوزی سازشنامه همکاری در مسائل امنیت را امضا کرد و در ملاقات با همتای ایتالیاییش ذکر کرد که بعضی از جنایتکاران به اروپا از آن جمله به جمهوری ایتالیا با بهانه گرفتن پناهندگی سفر کرده پنهان شدند و همکاری مشترک مقامات حفظ حقوق می تواند برای به جوابگری جنایتی کشیدن شخصان مذکور مساعدت نماید. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به شهروندان این جمهوری مشورت داده است که موقتا از سفرهای بدون ضرورت جدی به روسیه خودداری کنند. وزارت در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ها در مورد به روسیه راه ندادن شهروندان قرقیز گفت تا 2 ماه سال 2024 خبری درباره به طور عمومی به قلمرو روسیه راه ندادن شهروندان قرقیزستان به سفارت و کنسولگری‌های قرقیزستان در روسیه نرسیده است، ولی وزارت از وضع در روسیه و تأثیر آن به وضعیت حقوقی شهروندان قرقیزستان را پیگیری می‌کند. در عین زمان گفته می‌شود در خبر وزارت
بار دیگر به شهروندانی که برای سفر به روسیه ضرورت جدی ندارند مشورت می‌دهد تا از بین برداشتن چاره‌های علاوگی امنیتی و رژیم نظارت شدید در مرزها از سفر به قلمرو این کشور خودداری کنند و در صورت ضروری سفر باید از قبل وجود محدودیت‌ها در راه سفرشان به روسیه را تفتیش کنند. در صورت دچار شدن به حالت‌های پیش بینی نشده یا پیدا شدن سوال‌ها به شهروندان قرقیزستان مشورت می‌دهند که به سفارت قرقیزستان در روسیه و دپارتمنت کنسولی وزارت‌های خارجه قرقیزستان مراجعت کنند. روز 2 مای سال 2024 والنتینا چوپک حامی حقوق مهاجران از آسیای مرکزی در صحبت با خبرگزاری روسی اگنس و خبر داد که اگر قبلا تنها شهروندان تاجیکستان را به صورت عمومی به روسیه راه نمیدادند، حالا مهاجران از قرقیزستان و ازبکستان را نیز به چنین حال دچار کردند و مهاجران را نه فقط در فرودگاه‌ها بلکه در گذرگاه‌های زمینی نیز به روسیه راه نمیدهند. به گفته او از بین مردان بیشتر آنهایی را که ریش دارند و بروت ندارند و از بین زنان حجاب پوش‌ها را جدا کرده به روسیه راه نمی‌دهند. این معرکه بازداشت‌های عمومی مهاجران در مرزهای روسیه 24 اپریل آغاز یافت و تا 1 مای در فرودگاه‌های روسیه نزدیک 4500 نفر و تقریبا همین تعداد دیگر در گذرگاه‌های زمینی درمانده بودند. چون این موج گسترده تا حال دیده نشده بود نقل کرده است حامی حقوق که خودش نیز 3 سال پیش از روسیه اخراج شده بود و حالا در امریکا پناه برده است. به حساب چوپک تقریبا چورک مهاجران در مرز روسیه درمانده از تاجیکستانند، نصفش از ازبکستان و باقی ماندهش از قرقیزستانند. اخراج مهاجران میتواند چند روز را در بر بگیرد و مردم شکایت دارند که این همه مدت در فرودگاه یا خط مرز بی آب و خوراک به سر میبرند و کسی هم به آنها نمیفهماند که سبب راه ندادنشان به روسیه چی است. قرقیزستان اینک دومین کشور آسیای مرکزی است که به شهروندانش خودداری از سفرها به روسیه را در زمان رسیدن روزهای خوبتر مصلحت می‌دهد. یادآور می‌شویم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در آخرین ساعت‌های شب 27 اپریل سال 2024 با نشر یک توصیه تعجیلی از شهروندان این کشور خواست که موقتا از سفرهای بی ضرورت به روسیه توسط همگونه واسطه‌های نقلیات خودداری کنند. روز 29 اپریل حتی سفیر روسیه در دوشنبه را با یک گونه خیلی کم سابقه در تاریخ روابط دیپلماتی تاجیکستان و روسیه به وزارت خارجه دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند که در آن از مناسبت دخلانه نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان، نقض حقوق و آزادی‌های آنها به طور عمومی در فدراسیون روسیه صورت می‌گیرد اظهار نگرانی جدی شده. تاکید شده بود که این گونه عملات تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده بر روحیه و عنعنه‌های مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. در پی این نوت روز 3 اپریل وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به همتای تاجیکش سراج‌الدین موردین زنگ زده فهمودنی شد که گویا تفتیش‌های شهروندان خارجی در پی حمله خونین کروکوس با مقصد پیشگیری از تروریسم عملی می‌شوند و طبیعت موقتی داشته به ضد یگان ملت یا دین مشخص نگرانیده نشدند. وزیر تاجیک تاکید کرده است که این با وضع واقعی موافق نیست و عملهای منفی تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان تطبیق کرده می شوند. منابع پایگاه خبری بامداد در شهر پنجکند روز 3 مای سال 2024 خبر دادند که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ماه اپریل سال جاری 2 منصبدار بلندپایه در این منطقه را با اتهام دست داشتن در جنایت‌های کروپسیونی دستگیر کردند. یک منبع آگاه از جریان قضیه در صحبت با بامداد گفت رئیس کمیته زمین شهر پنجکند غالب مرادزاده و رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان قربان عثمانوف هر دو در حال حاضر در سزا یا بازداشتگاه شهر استرافشان نگاه داشته می شوند. یک منبع نزدیک به شهردار پنجکند با تصدیق این خبر گفت یگان 20 روز گذشت از دستگیر شدن غالب مرادزاده و قربان عثمانوف خود در سزای استرافشان قرار دارند. اینها را کروپسیا و امنیت قپیده است. اما منابع بامداد درباره جزئیات اتهامات ضد این دو منصبدار بلندپایه اعلام شده اظهار بی‌خبری کردند. قربان عثمانوف از سالهای 90 تقریبا 30 سال باز رهبری شبکه‌های آبیاری حوزه دریای زرافشان را در دست داشت و از شخصان خیلی ثروتمند و پرنفوذ در پنجکند به شمار می‌رفت. اما دهقانان محلی او را به آن ایبدار می‌کنند که در دوره رهبریش اکثر نسازهای آبکشی از کار برآمد و در نتیجه دهقانان حالا در تامین زمین‌های کشتشان با آب مشکلی سخت کشیده ایستادند.
این چنین مربوط به شبکه آبیاری در پنجکند در اختیار خود زمین‌های زیادی هم داشت که در سالهای اخیر قریب همش غیر قانونی فروخته شدند. گمان می‌رود که بازداشت قربان عثمانوف همراه با رئیس کمیته زمین پنجکند به همین موردهای فروش غیر قانونی قطعه‌های زمین ربط داده باشد. جدا کردن قطعه‌های زمین که به جماعت‌ها و کمیته‌های زمین واگذار کرده شده است در تاجیکستان اهالیش روزافزون به یکی از عرصه‌های اصلا فسادزده تبدیل یافته است و خری بر ما درباره بازداشت چندین منصبدار محلی اساساً کارمندان مسئول جماعت‌ها و کمیته‌های زمین خبرها به دست می‌رسند. محمد روزی اسکندروف، سابق گنرال مایور، سابق فرمانده نیروهای مخالفین در جبهه تاجیک‌آباد، سابق رئیس حزب دموکرات، سابق رئیس شرکت توجیکگاز، روز 3 ماه سال 2024 این سیاستمدار شناخته به سن 70 رسید. اینک 20 سال باز اسکندروف در پشت پنجره قرار دارد. او سال 2005 بعد اعلان عزمش برای گذاشتن نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی به 23 سال زندان محکوم شد. محمد روزی اسکندروف در برابر یعقوب سلیموف و غفار میرزویف یکی از 3 گنرال تاجیک است که در جبهه‌های جنگ شهروندی سالهای 90 به چنین رتبه بلند نظامی رسیده ولی به زندان انداخته شدند. 3 آگوست سال 1998 بر اساس سهمیه 30% مخالفین ابتدا رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان تعیین شد، اما سال 1999 این مقام را برای قناعت دادن فرماندهان از تقسیمات قدرت ناراضی اپوزیسیا به میرزا زیایف دادند و محمد روزی اسکندروف با فرمان پرزیدنت 6 ایول سال 1999 رئیس شرکت تاجیک کمون سرویس تعیین شد. اسکندروف همین طور همان سال 1999 بعد ثبت نام دوباره حزب دموکرات رئیس این تشکیلات سیاسی انتخاب شد. 7 اپریل سال 2001 شرکت تاجیک کمون سرویس بر اساس اصلاحات ساختاری برهم خورد و اسکندروف رئیس شرکت دولتی توجیکگاز تعیین شد. اسکندروف در سال 2003 از اصلاحات قانون اساسی که پرزیدنت امامعلی رحمان حق پیشبری نامزدیش برای باز دوره 7 ساله پرزیدنتی را فراهم می‌آورد به شدت انتقاد کرد. او رهبران اتحاد نیروهای مخالفین را به فروختن دستاوردهای سازشنامه صلح عیبدار کرد و همچنین اعلام کرد که نامزدیش را در انتخابات آینده خواهد گذاشت. اسکندروف همچنین برای تشکیل یک ائتلاف فرماندهان سابق از هر دو جبهه جنگ شهروندی تاجیکستان عزم کرد که نخستین جلسه‌اش در جرگتال در منزل شاه اسکندروف برگزار شد. چنین موقع‌گیری‌های آشکارای اپوزیسیونی اسکندروف باعث شد که حکومت در پی شود. روز 28 نوامبر سال 2023 در جلسه حکومت رئیس شرکت توجیکگاز محمد روزی اسکندروف به منتظم اجرا نکردن دستور و سفارش‌های حکومت در مورد اصلاحات ساحه انرژتیک همچنین به بی‌مسئولیتی در اجرای وظیفه‌های خدمتی که باعث کاهش نشاندهنده‌های استحصالی کارخانه‌ها شده است و کمبودی‌ها در انتخابات و جابجاگذاری کادرها عیبدار کرده از وظیفه گرفتند. اسکندروف بعد برکناریش از مقام ترک تاجیکستان کرد. دوستان کل تاجیکستان به ضد رهبر حزب دموکرات با اتهام سنگین چون دست داشتن در حمله‌های تروریستی، گردش غیر قانونی اسلحه، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی و از خود کردن مبلغ‌های دولتی پرونده جنایتی گشود و اسکندروف را روز 2 دکمبر سال 2024 تحت جستجوی بین المللی قرار داد. اسکندروف علاقه 9 دکمبر سال 2024 در مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه او را روز 15 اپریل سال 2005 جواب دادند، ولی علاقه هفته بعد اسکندروف به طور تا حال پر اسرار در شهر کرالیوف ولایت مسکو ربوده شده به دنبال در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه پیدا شد. خود اسکندروف و اطرافیانش میگویند او را مقامات تاجیکستان را بوده مجبوراً به تاجیکستان آوردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 اکتبر سال 2005 اسکندروف را بر اساس 6 ماده کودکس جنایتی، تروریسم، بندیتیسم، دزدی مالکیت دولتی، غیر قانونی نگاه داشتن محافظان، سوء استفاده از منصب، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی گناهکار شناخته به 23 سال زندان نظامش شدید با مصادره مال و ملک محکوم کرد. با حکم دادگاه اسکندروف را همچنین از رتبه نظامی گنرال مایور و اردن اسپیتامین محروم کردند. او همچنین موظف شد که 1.5 میلیون سومانی قریب $5 میلیون بخور بیان سالها ضرر رسانیده اش را به شرکت دولتی توجیکگاز جبران کند. اسکندر و طرفدارانش حکم دادگاه را
یک حکم کاملا سیاسی نومیده میگفتند عزم او برای گذاشتن نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی سبب شد که این رهبر شناخته مخالفین را تحت تعقیب قرار بدهند. منابع پایگاه خبری بامداد در شهر پنجکند روز 3 مای سال 2024 خبر دادند که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ماه اپریل سال جاری دو منصبدار بلندپایه در این منطقه را با اتهام دست داشتن در جنایت‌های کروپسیونی دستگیر کردند. یک منبع آگاه از جریان قضیه در صحبت با بامداد گفت رئیس کمیته زمین شهر پنجکند غالب مرادزاده و رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان قربان عثمانوف هر دو در حال حاضر در سزا یا بازداشتگاه شهر استرافشان نگاه داشته می شوند. یک منبع نزدیک به شهردار پنجکند با تصدیق این خبر گفت یگان 20 روز گذشت از دستگیر شدن غالب مرادزاده و قربان عثمانوف خود در سزای استرافشان قرار دارند. اینها را کروپسیا و امنیت قپیده است. اما منابع بامداد درباره جزئیات اتهامات ضد این دو منصبدار بلندپایه اعلام شده اظهار بی‌خبری کردند. قربان عثمانوف از سالهای 90 تقریبا 30 سال باز رهبری شبکه‌های آبیاری حوزه دریای زرافشان را در دست داشت و از شخصان خیلی ثروتمند و پرنفوذ در پنجکند به شمار می‌رفت. اما دهقانان محلی او را به آن ابرار می‌کنند که در دوره رهبریش اکثر نسازهای آبکشی از کار برآمد و در نتیجه دهقانان حالا در تامین زمین‌های کشتشان با آب مشکلی سخت کشیده ایستادند. این چنین مربوط به شبکه آبیاری در پنجکند در اختیار خود زمین‌های زیادی هم داشت که در سالهای آخر قریب همش غیر قانونی فروخته شدند. گمان می‌رود که بازداشت قربان عثمانوف همراه با رئیس کمیته زمین پنجکند به همین موردهای فروش غیر قانونی قطعه‌های زمین ربط داده باشد. جدا کردن قطعه‌های زمین که به جماعت‌ها و کمیته‌های زمین واگذار کرده شده است در تاجیکستان اهالیش روزافزون به یکی از عرصه‌های اصلا فسادزده تبدیل یافته است و خریب ما درباره بازداشت چندی منصبدار محلی اساساً کارمندان مسئول جماعت‌ها و کمیته‌های زمین خبرها به دست می‌رسند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.